شهر پر ازدحام. شهر با 3 میلیون تولید کننده زباله. بلخ از دور زیبا به نظر می رسد، اما جاده این شهر به زباله‌دانی تبدیل شده. در حالی که آهسته آهسته به پایان سال نزدیک می شویم و در این فصل همه روزه جاده های مزار شریف مملو از گل و کثافات می شود. با آن هم شهرداری بلخ در این راستا کم توجه بوده و مردم نیز سهم در پاکی شهر نداشتند. موجودیت انبوه زباله ها در این شهر و بوی بد آنها باشندگان بلخ را به شدت نگران ساخته است و حتی موجودیت این کثافات به گفته مسئولان صحی بلخ بیماری ها را به وجود می آورد. اما مسئولان شهرداری از کمبود تجهیزات برای انتقال این زباله ها سخن می زنند. امکانات بیشتر شده و خوبتر شده، اما کفایت نمیکنه. با این نفوسی که شهر مزار شریف داره کفایت نمیکنه. این گفته ها در حال است که روز به روز کثافات در کنار جاده ها بیشتر می شود و پرسنل شهرداری فاضلاب را از جویها بیرون می آورند و مدت 3 روز در روی سرک می گذارند و بوی بد آن مردم را ناراحت می سازد. نمی جویا بند است. هر روز ما آب میبره بیرون سرک، پیاده رو کثیف و چیز مثل لوش و لای و گل و بلخ با 3 میلیون نفوس خود تولید کننده 200 تن زباله در روز می باشد. اما اینکه شهرداری در انتقال این زباله ها چرا توجه ندارند؟ ضیاءالحق قطایی رئیس تنظیف شاروالی بلخ چنین میگوید: کثافات یک چیزی هست که روز به روز افزایش پیدا میکنه، نفوذ زیاد میشه و حجم کثافات بیشتر میشه. تقریبا بیش از 25 الی 30 کیلومتر فاصله راه هست که در دورایی ایرتان عبود و کوتل میگیم که از خط ریل از او گذشته، پیش از تقریبا 3 کیلومتر پیش از خط ریل او طرف یک خندق است، جای جغلکن، در اونجا انتقال داده میشه. رسالت مردم در حفظ و پاکی شهر چیست؟ قسمی که خودتان میفهمید تشکیلات شهرداری یا شهرولی به او حد نیست که در تمام اطراف و اکناف شهر رسیدگی کنه و این را باید مردم سهم فعال بگیره، بالخصوص کسایی که کسب کار است. خواستم با مسئول اداره حفاظت از محیط زیست مصاحبه داشته باشم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست کشور طی نشست در کابل گفت شهرهای بزرگ افغانستان که مزار شریف شامل آن می‌گردد به حد کثیف است که در صورت عدم چاره‌اندیشی اگرچه اکنون با مشکلات زیاد روبرو هستیم، اما در آینده نزدیک ممکن با بحران جدی روبرو شویم.